وقتی R27 زیر بال تامکت ایرانی دیده شد، مرز میان افسانه و واقعیت در آسمان خاورمیانه تار شد. در سالهای اخیر انتشار تصاویر و ویدیوهایی از تامکت‌های ایرانی با موشک روسی R27 بحث رسانه‌ها رو به شدت داغ کرده. تحلیلگران با بررسی ویژگی‌ها و قابلیت‌های این پرتابه، احتمال پروژه‌های آزمایشی و حتی مسیر بومی‌سازی رو مطرح کردند. این سناریو نشون میده که مرز میان واقعیت عملیاتی و بررسی اولیه رسانه‌ای در مورد توانمندی‌های هوا به هوای ایران هنوز شفاف نیست. سرچشمه ادعاها و زمینه‌های رسانه‌ای، انتشار تصاویر و ویدیوها، رسانه‌ها و کانال‌های رسمی و غیر رسمی تصاویری منتشر کردند که روی تامکت‌های ایرانی موشکی شبیه R27 دیده میشد. این موشک با طول بیش از 4 متر و دوم ایکس شکلش فوراً قابل تشخیصه و همین مشخصه در تصاویر منتشر شده مورد توجه قرار گرفته. وزن 250 کیلوگرمی این پرتابه و بالک‌های باریکش باعث میشه در عکس‌های مبهم قابل تمایز باشه. شباهت زیاد فرم موشک به نسخه R27R با جستجوگر راداری موجب شد تحلیلگران گمان کنن ایران ممکنه چنین نسخه رو بررسی کرده باشه. همین چند نشانه ظاهری جرقه روایت رسانه‌ای رو شکل داد. بازتاب رسانه‌ها با انتشار تصاویر، رسانه‌های دفاعی غیررسمی به مقایسه طول، سطح مقطع و نوع سطوح کنترلی موشک پرداختند که با مشخصات عمومی R27 همخوانی داشت. تمرکز اصلی رسانه‌ها بر این بود که R27 توان درگیری 70 تا 80 کیلومتری رو داره و میتونه شکاف ناشی از کمبود AIM-7 رو در تامکت‌ها پر کنه. این موشک در اصل برای جنگنده‌های میگ 29 و سوخو 27 طراحی شده و همین تفاوت پلتفرم باعث شد موضوع غیر معمول به نظر برسه و بازتاب بیشتری بگیره. رسانه‌ها بزرگترین چالش رو ارتباط جستجوگر نیمه فعال راداری اون با رادار تامکت میدونستن. گمان زنی‌ها ادامه یافت چون هیچ تصویر دقیقی از قفل راداری با پرتاب عملیاتی دیده نشد. فضای مبهم اطلاعاتی، ابهام‌ها عمدتاً از اونجا ناشی میشد که ویژگی‌های ظاهری R27 در تصاویر دیده میشد، اما ویژگی‌های نرم افزاری و الکترونیکی اون قابل تشخیص نبود. این موشک برای قفل ادامه دار از رادار جنگنده مادر استفاده میکرد و این مسئله در مورد سازگاری با AWG-9 مطرح شده بود. وزن متوسط و طراحی ایرودینامیک R27 باعث شد قابل حمل برای تامکت باشه، اما هماهنگی سیستم هدایت موضوع پیچیده تریه. همین خصوصیت تکنیکی موضوع رو جذاب اما تایید نشده نگه داشت. رسانه‌ها روی فاصله میان امکان فیزیکی و عملیاتی بودن واقعی تمرکز کردند. اما به نظر شما این ادعا از کجا شکل میگیره؟ قبل از اینکه بریم سراغ جواب این سوال، اگر تا اینجا از این ویدیو خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک کنید. سابقه ایران در ادغام تسلیحات نامتعارف. در گذشته ایران پروژه‌های مشابهی مثل تبدیل موشک‌های مختلف به نسخه‌های هوا به هوا را انجام داده و از این نظر تلفیق R27 با تامکت از دید فیزیکی ناممکن نیست. R27 نسبت به این موشک‌ها بسیار سبک‌تره و با وجود طول زیاد، بارگذاری زیر بال یا زیر بدن F14 از نظر وزنی قابل تحمله. موتور سوخت جامد موشک و سیستم هدایت نیمه فعال اون امکان سازگاری با معماری راداری قدیمی تر رو در سطح تئوریک مطرح میکنه. همچنین قطر نسبتاً کم بدنه نصب اون رو ساده تر از موشک‌های بزرگ میکنه. همین ویژگی احتمال حداقل مرحله آزمایشی رو تقویت میکنه. نیاز عملیاتی، کمبود AIM-7 و لزوم داشتن موشک میان برد باعث شد R27 گزینه قابل بحثی تلقی بشه. نسخه R27R با برد 80 کیلومتر میتونه شکاف بین فکور 90 و R73 رو پر کنه. این موشک توانایی درگیری با اهداف مانوردهنده رو به دلیل سطح کنترل آیرودینامیکی زیاد که برای دفاع هوایی ارزشمنده رو داره. سرعت بالاش حدود 4 ماخه. از نظر نظری برای رهگیری اهداف سریع مناسبه. این ویژگی اونو از نظر تحلیلی یه جایگزین بالقوه جلوه میکنه.
امکان پذیری عمومی. اگرچه هماهنگسازی کامل هدایت موشک با رادار AWG9 نیاز کار سنگین نرم افزاریه، اما بخش‌های مکانیکی نصب با ویژگی‌های R27 تناقضی ندارند. موشک دارای سیستم هدایت اینرسی اولیه و سپس هدایت نیمه فعاله که اصولاً با هر راداری دارای توان ادامه دهنده قفل قابل تطبیقه، البته با تغییرات. بازتاب در جامعه کارشناسی و تحلیلگران نظامی. نظر انجمن‌های تخصصی. کارشناسان انجمن‌های بین‌المللی بر اساس ویژگی‌های فنی R27 اظهار می‌کنند که نصب مکانیکی ممکنه، اما ادغام کامل نیازمند دسترسی عمیق به کدهای هدایت جنگنده است. اونا اشاره می‌کنند که جستجوگر نیمه فعال این موشک برای رادارهای خانواده N019 و N201 طراحی شده و هماهنگ کردن اون با AWG9 فراتر از صرفاً اتصالات الکتریکیه. با این حال طراحی ماژولار R27 باعث شده برخی از اونها اون رو برای ایران قابل مهندسی معکوس بدونن. کاربران متخصص با بررسی ابعاد و پروفایل پروازی معتقدند که حداقل آزمایش روی زمین محتمله، اما به دلیل نبود داده شلیک واقعی نتیجه گیری قطعا ممکن نیست. در هیچ تصویر یا ویدئویی منتشر شده R27 زیر تامکت با تنظیمات مسلح واقعی دیده نشده. یکی از نشونه‌های مهم فعال بودن موشک وجود برچسب‌های مسلح سازی و وضعیت فعال جستجوگره که در تصاویر دیده نمیشه. این موشک از نظر طول و شکل قابل تشخیصه، ولی در هیچ تصویری نشونه‌ای از لینک فعال هدایت یا تجهیزات جانبی اون مشاهده نشده. حتی در حالت غیر مسلح دماغه راداری موشک باید رفلکس نور خاصی داشته باشه که در تصاویر دیده بشه و با قطعیت قابل تشخیص نیست. با بررسی رسانه‌ها تصاویر منتشر شده و تحلیل کارشناسان، ادعای نصب R27 روی تامکت‌های ایرانی در بهترین حالت در سطح پروژه آزمایشی یا بررسی اولیه است. از نظر فیزیکی ویژگی‌های این موشک وزن 250 کیلو، طول 4 متر، 2x1، سرعت 4 ماخ و هدایت نیمه فعال اون رو برای حمله توسط F-14 مناسب نشون میده. اما سازگاری نرم افزاری و راداری همچنان حلقه مفقوده این جنگنده و این موشکه. هیچ سند عملیاتی درباره پرتاب، تست یا ادغام کامل وجود نداره و مسیر تسلیحاتی ایران با توسعه فکور 90 و نسل‌های جدید عملاً این فرضیه رو از حالت نیاز عملیاتی خارج میکنه. بنابراین این موضوع همچنان در دسته ادعاهای جذاب ولی اثبات نشده باقی میمونه. اما رسیدیم به قسمت جذاب ماجرا. اگه میخوای از ماجرای محموله بوک M2 بلاروسی در ایران با خبر بشی، اول این ویدیو رو لایک کن و بعد کانال خودت سابسکرایب کن و ویدیوهای بعدی رو از دست نده.